بچه‌ها به چنل من خوش اومدین. امروز قراره با هم دیگه 2 تا پروژه عکاسی داشته باشیم. پس اگه دوست داشتین تا آخر ویدیو با من همراه باشین. خداحافظ. خب بچه‌ها اینم نازنین ادمین تولید محتوا. سلام. نازنین امروز می‌خوایم چیکار کنیم؟ امروز 2 تا پروژه خفن داریم با تینا خانم و امیدوارم تا آخر امروز با ما همراه باشین. امیدوارم نتیجه خیلی عالی باشه. اینا رو میذارم تو پشت صحنه. خب همه حرفات ضبط شد. شما فعلا کارمون رو تا اینجا پیش بردیم، میریم که تمامش کنیم. خیلی حرفه‌ای کار کردم. این بغل اون هندونه میذاره، اون بغل هندونه. متاسفانه ما میکاپ کارمون هم از دست دادیم. ایشون هم در مرز بیهوشی به سر میبره. خب دوستان همه قش کردن، فقط من اینجا زندم. ستون سلطان. بچه پروژه میکاپ ما تموم شد، ولی انقدر دیرم شد وقت نکردم که پاکش کنم و حالا داریم میریم سر پروژه بعدی. خب بچه ها ما بالاخره رسیدیم و چون که اینجا برقا رفته بود خیلی دیر کردمون تو چش نبود و الان میخوایم بریم که مراحل پاکسازی رو شروع کنیم و بعد این میکاپ سنگین واقعا میچسبه. دست میکنم که تو تصویر بیافتش. آره دست بیا بالا. درست نکن از پروژه‌ای که از زمینا پشت صحنه شد. شد